بدو دستمال کاغذی ابریشمی دارم، دستمال سفره، دستمال غذا، دستمال دماغ. بدو اسی ناسلامتی آوردم اینجا، حواست به ماموره شهرداری باشه که خبر بدی سریع بساط جمع بکنیم. ما باز تو کلت کردی تو گوشی. اگر بساط ببرن امشب شام مثل صبح باید نان خالی با چایشینی بخوریم. ما ببین خسرو، من حواسم 6 جمع شهرداریه. تو بهتر دستماله رو زودتر بفروشی، ولی تا خونه باید دوباره این بار رو دوشمون هم کنیم ببریم. آقا جان، از صبح تا حالا 10 بار رو قبض آب نگاه کردی، اینطوری پولش کم نمیشه ها. آقا هر طور حساب میکنم این که اومده قبض آب نیست، قبض روحه. 500,000 تومن پول آب آخه. گمونم ترکیدگی لوله آب سر خیابونم زدم بیزم و ما. ای خدا لعنتتون کنه. احتمالا فردا باید آب رو هم تو خونه جیره بندی کنی. جیره بندی گوش و غذا کم بود، آبم بهش اضاف شد. آقا جان، برای همین به ما میگن جهان سوم؟ نه بابا، اون مال قدیما بود. الان دیگه جهان سوم هم حساب نمیشیم. دیگه کم کم داریم کلن از جهانا خارج میشیم بابا. ولی آقا سفتر، این سختی ها یه حسنی هم داره. ما توی مملکت اونقدر فشار کشیدیم که دیگه فشار شب اول قبل ماساژ معزوم میشه برای ما. راست میگه. آخوندا کاری کردن که شبای جمعه اموات برای شادی مردمینا فاتحه بخوانن. فکر کن 5 سال جون بکنی و کار بکنی، بعد با پسندازت فقط بتونی یه یخچال بخری. زیبا نیست؟ یخچال چیه؟ الان بری میوه فروشی دیگه کارت بانکی بکشی جواب نمیده، باید کارت اهدای عضو بکشی. قربانتو برم. ساده بهت بگم بابا، الان از در خونه سرتو بکنی توی کوچه، یه قدم بری بیرون ببینی کی تو کوچه است، یهو میبینی 300 تومن از کارتت کم شد. یه همچین مملکتی درست کردن آخوندا. ولی تو این وضعیت مرام آقا جون ما سر جاشه ها. چطور میگه؟ یه شب آقا جان آمد گفت خسرو، میدانی برای تولد چی خریدم؟ گفتم چی خریدی آقا جان؟ آقا جان شروع کرد به داد زدن. لنگروز لنگروز لنگروز. نه بابا. یه کمی دقت کردم دیدم که آقا جان داره از خواب بیدارم میکنه، میگه پاشو لندهور لندهور لندهور. اینه که بدبخت درست گفته. آقا سفتر، یعنی باید همین وضع تحمل کنیم؟ نه بابا جون، همه چی دست خود ما. یه زخمایی هست به جای اینکه پوست رو باز کنه چشم رو باز میکنه. میدانی از یه جایی به بعد دیگه هیچی برات مهم نیست. من الان از اونجا به بعدم دیگه از هیچی نمیترسم. با این وضع اونی که باید بترسه آخوندان که به زودی ملت دهنشون رو آسفالت میکنن. گل گفتی آقا جان. خودم میدونم.